کلوب سیومین کلانترین شهری جمهوری تاجیکستان میباشد که در دوران صاحب استقلالی کشور با قامت افروختن انشاءات مدنی و معیشی، استقامتی، ماموری و خدمترسانی به کلی تغییر یافته به یک شهری رشد یافته مبدل شده است. این زمان در شهر کلوب بیش از 230,000 ساکنان زندگی میکنند و در دانشگاه و دانشکده، کالج و لیسه‌های کسبی تکنیکی جمعیت بیش از 20,000 نفر جوانان تحصیل و کسب آموزی دارند. ضمن سفرهای کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر و دهات دهها انشاءات تعییناتی گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 2023 ساکنان شهر و دهات کلوب با فعالیت پرثمر و سری وقت پرداخت نمودن اندازهای دولتی اجرای نقشه انداز را تامین نمودند. کارمندان ریاست انداز شهر از آغاز سال با راهبری تشکیلات کارخانه‌ها، صاحبکاران، راهبران خواجگی‌های دهقانی و دیگر سوبیکت‌های اندازپرنده صحبت و واخوری‌ها گذرانیده ماهیت سری وقت بریدن اندازهای دولتی را شرح دادند. نتیجه این بود که نقشه انداز بر زیاد اجرا گردیده بقیه پلی‌های انداز کم کرده شد. نظارت انداز در شهر کلوب دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و در یکجایی با مقامات اجرایی و حکومت محلی شهر کلوب توانستند در دوام سال 2023 یک قطار کارهای نظررس را به انجام رسانند. یعنی از عهده نقشه‌ای که قانون درباره بودجه دولتی برای سال 2023 معین گردیده بود، توانستند که اجرایش قسم درآمد وجودی را به اندازه 107% در مجموع تامین نمایند. یکی از هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان صنعتی کنونی با سرعت به شمار می‌رود و در این سمت ساکنان شهر کلوب در سال 2023 نتیجه‌های نظررس را نایل گردیدند. با تطبیق برنامه‌های دولتی در این سمت، دستگیری و جلب صاحبکاران وطنی در شهر و دهات کلوب کارگاه و کارخانه‌های نو مورد استفاده قرار گرفته، یک قطار کارگاه و کارخانه‌های دیگر تجدید کرده شدند. در منطقه صنعتی شهر و منطقه آزاد اقتصادی بنیاد کارخانه‌ها ادامه داشته، استحصال محصولات صنعتی در سال 2023 نسبت سال 2022 افزایشش زیادتر گردید. دستاوردات در سال 2023 در سایه صنعتی شهر کلوب نظررس هستند، چون که ما توانستیم در دوام سال 29 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی مورد استفاده قرار دادیم که شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی امروز در شهر کلوب به 82 عدد رسید که در آنها 1217 نفر کار و فعالیت میکنند. خب دستاورد دیگر از آن عبارت است که حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2023 به 386.6 میلیون سومانی برابر شد که نسبت سال 2022 20.6 میلیون سومانی و رشد ساحه 106% را تشکیل داد. کلوب از دو قسمت شهر و دهات عبارت می باشد و 120,000 ساکنان در دهات زندگی می کنند. از این رو در این شهر ساحه کشاورزی رشد یافته است. در سال 2023 دهقانان شهر کلوب با مهنت صافدلانه توانستند نقشه دورنمای استحصال مجموع محصولات کشاورزی را اجرا نمایند و از نقشه زیاد محصولات جمع آوری نمودند که از استفاده عاقلانه زمین شهادت می دهد. کاپراتیوهای تجارتی، خواجگی‌های دهقانی و انفرادی وابسته به سمت فعالیتشان محصولات گوناگون خواجگی قشلاق را کشت و پرورش کرده، همزمان سرشمار حیوان کلان شاخدار و مال میده، اسب، ماهی، پرنده و غیره را زیاد نمودند. محنتکشان شهر و دهات کلوب تیرماه سال 2022 و بهار سال 2023 در میدان 7766 هکتار زمین تعینات کشاورزی دوره به دوره طبق دورنمای ترکیب کشت زراعت‌ها کشت تمام زراعت‌های کشاورزی را هم در تیر ماه سال 2022 و هم در بهار سال 2023 به انجام رساندند. نتیجه کاری پرمحصولی کشاورزان بود که از میدان بالاذکر چی در کشت اساسی و چی در کشت تکراری محنتکشان توانستند که از اجرای دورنمای نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی استحصال زراعت‌های کشاورزی و دست آوردن محصولات‌های ساحه سمت چاره‌داری پره و برزیاد برآمدند. تا دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کلوب از جهت ساختمان یکی از شهرهای قفو مانده به شمار می‌رفت. توجه راهبر دولت به این سمت کارهای بنیادکاری را در زمان صاحب استقلالی تکانی جدی بخشید و سال به سال قامت افروختن بیناهای بلند آشیانه و جوابگو به طلبات امروزه سیمای شهر را به کلی تغییر داد. این زمان در شهر کلوب با جلب مبلغ‌ها از همه سرچشمه‌ها و صاحبکاران وطنی ساختمان ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون ادامه دارند. بهره استقبال
سال سزاوار از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات صدها انشاءات بنیاد گردیده بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی وسعت تازه کسب کردند. دوام 5 سال اخیر در مرکز شهر با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی صاحبکاران محلی خانه‌های بلندنشانه استقامتی بنیاد کرده ایستادند که صدها عائله‌ها با منزل زیست تامین خواهند شد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات کلوب 494 بند نقشه چورابینی‌ها به نقشه گرفته شده است که تا امروز 106 بند آن تامین گردیده و در 231 بند دیگر کارهای ساختمان و تعمیری ادامه دارد. قید کردن به مورد است که در سالهای اخیر بنیاد بینای استقامتی بلندنشانه در شهر کلوب که با جلب صاحبکاران وطنی افزوده ایستادند که باشد در بنیاد خانه‌های استقامتی بلندنشانه و معموری در 33 عدد ساختمان‌ها ادامه دارند. عموما در شهر کلوب در دوام سال 2023 فعالیت کارخانه صنعتی و استحصالی و دیگر کارخانه و تشکیلات‌ها نظررس ارزیابی گردیده مسئولین در نقشه دارند که در دوام سال 2024 نیز موافق به نقشه دورنما فعالیت کارخانه‌های خود را به راه مانده در سمت پیشرفت اقتصادیات شهر از سال 2023 دیده زیادتر کارها را به انجام رسانند. خیرین عیسی مرادزاده، ظفر نظرزاده برای برنامه هفته.